فکر میکنی ثروتمندترین بازیگران دنیا چه کسانی باشن؟ تام کروز یا شاهرخ خان؟ تو این ویدیو 10 تا از ثروتمندترین بازیگران دنیا رو به شما معرفی میکنم که مورد آخر به طرز عجیبی ثروتمند شده. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. شماره 1 مل گیبسون، بازیگر و کارگردان معروف هالیوود، در تاریخ 3 ژانویه 1956 در نیویورک به دنیا اومده. او با بازی در فیلم‌های مکس دیوانه و اسلحه مرگبار در دهه‌های 1980 و 1990 به شهرت رسیده. فیلم شجاع‌دل که او کارگردانی و بازیگری آن را انجام داده، برنده 2 جایزه اسکار شده. دارایی او تقریباً 425 میلیون دلار است. شماره 2 آمیتابھ بچان، یکی از بهترین بازیگرای بالیوود که در 11 اکتبر 1942 در هند متولد شده. او با بازی در فیلم‌های زنجیر و دیوار در دهه 1970 شهرت جهانی کسب کرده. آمیتابھ بچان در بیش از 200 فیلم نقش آفرینی کرده است. ثروت این بازیگر هندی 455 میلیون دلار است. شماره 3 رابرت دنیرو، بازیگر آمریکایی متولد 17 آگوست 1943 در نیویورک. او به خاطر بازی در فیلم‌های گاو خشمگین و تاکسی درایور معروف شده. دنیرو 2 بار برنده جایزه اسکار و همچنین مؤسس جشنواره فیلم ترابیکا قرار دارد. ثروت این بازیگر محبوب 500 میلیون دلار است. شماره 4 جورج کلونی، بازیگر و کارگردان آمریکایی که در 6 می 1961 در کنتاکی متولد شده. کلونی با فیلم از گرگومیش تا سحر در دهه 1990 به شهرت رسیده و با فیلم هایی مثل 11 یار اوشن و سیریانا برنده 2 جایزه اسکار شده. او نه تنها در عرصه سینما فعال است، بلکه به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر شناخته می شود. دارایی او تا به امروز 550 میلیون دلار برآورد شده. شماره 5 تام کروز که در تاریخ 3 ژوئیه 1962 در نیویورک متولد شد. تام در دهه 1980 با فیلم تاپ گان معروف شد و با سری فیلم های مأموریت غیر ممکن به اوج شهرت رسید. او نه تنها به خاطر بازیگری بلکه به دلیل بدلکاری های خطرناک در فیلم ها شناخته می شود. دارایی این بازیگر 570 میلیون دلار است. شماره 6 شاهرخ خان، بازیگر برجسته بالیوود که در 2 نوامبر 1965 در دهلی نو متولد شد. او با فیلم اسم من خانه است به شهرت جهانی رسیده. شاهرخ خان در سال 1991 با گوری خان تهیه کننده هندی ازدواج کرده و دارای 2 فرزند است. ثروت این بازیگر 715 میلیون دلار است. شماره 7 دوین جانسون، یکی از برجسته ترین چهره‌های دنیای ورزش و سینما که در تاریخ 2 می 1972 در کالیفرنیا به دنیا آمده. جانسون در دهه‌های 1990 و 2000 به یک کشتیگیر معروف تبدیل شد و پس از پایان فصل کشتی به هالیوود پیوست و در فیلم‌های برجسته‌ای مثل مجموعه‌های سریع و خشن و جومانجی بازی کرد. دارایی او 800 میلیون دلار است و یکی از بازیگران پردرآمد جهان شناخته می‌شود. شماره 8 جری ساینفلد، متولد 29 آوریل 1954، یک کمدین و بازیگر آمریکایی است که بیشتر به خاطر نقش خود در سریال کمدی ساینفلد شناخته می شود. او نه تنها بازیگر بلکه یکی از نویسندگان این سریال موفق بوده است. جری در زمینه استندآپ کمدی فعالیت زیادی دارد و به عنوان یکی از بهترین کمدین های جهان مطرح است. دارایی او 950 میلیون دلار تخمین زده شده. شماره 9 تایلر پری، نویسنده، تهیه کننده و بازیگر معتبر آمریکایی. او در 13 سپتامبر 1969 در لوئیزیانا به دنیا آمده. تایلر با سری فیلم ها و نمایشنامه‌های خود به ویژه شخصیت ماتا به شهرت رسیده و یکی از فعالان حقوق بشر شناخته می شود.
او با سختی‌هایی که در دوران کودکی کشیده الان یکی از ثروتمندترین بازیگران دنیاست. ثروت این بازیگر محبوب 1 میلیارد دلار برآورد شده. از بین این افراد بازیگر محبوب شما کدام است؟ نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگین. شماره 10 جیمی گرتز، بازیگر و خیر برجسته آمریکایی که در تاریخ 28 اکتبر 1965 در شیکاگو متولد شده. او در دهه 80 با بازی در فیلم‌هایی مثل پسران گم شده و 16 شمع به شهرت رسیده. در سال 1989 جیمی با آنتونی رسلر، سهامدار معتبر شرکت ارث منیجمنت، ازدواج میکنه. این ازدواج اون رو به یکی از ثروتمندترین بازیگران دنیا تبدیل میکنه که در حال حاضر دارایی او 3 میلیارد دلار برآورد شده. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیوهای بعد رو از دست ندین.